خلقی است، پرچمی است، کافر است، امریکایی است، روسی است، هر بلایی که است، هر کافری که است که با خلوص قلب توبه کرد و به الله رجوع کرد، الله توبهش قبول میکنه. هزارها مرتبه یک انسان شرک کرده باشه با الله، از این کرده بزرگترین گناه دیگه نیست. نه بزرگترین گناه در بین گناه ها شرک با الله کسی را شریک ساختن. این الشرک لظلم عظیم. الله میگه بزرگترین ظلم، بزرگترین گناه او شرک با پروردگار است. یک انسان که 10 سال 80 سال 100 سال با الله کسی را شریک بسازه و با الله رجوع کنه و توبه کنه، الله توبهش قبول میکنه. خلقی باشه، پرچمی باشه، دهری باشه، هر بلایی که باشه که با الله با خلوص نیت رجوع کرد، توبه کرد، توبه به ایمانه اما پیش که کدام عقیده و عمل داشت به او پشیمان باشه، آینده قصد و عزم کنه که این کار اشتباه دیگه نمی کنم، از خلوص قلب توبه نصوحه، از خلوص قلب توبه کنه، الله توبهش قبول میکنه که هر کس باشه. خو افسوس است در جامعه ما الله قبول میکنه و مردم قبول نمیکنن. صد خدا بشویی و صد خدا توبه کنی، مردم میگن ای خلقی بود یک وقت، ولی میشه توبه کرده باشه، استغفار کرده باشه. یک گناهی که از یک مسلمان سر میخوره الله میبخشه که می رجوع کردی، توبه کردی، الله بسیار خوش میشه. ذات الله بسیار ذات مهربان است. لا تقنطوا من رحمت الله. هرگز انسان از رحمت الله ناامید نشوه، الله قبول میکنه. خو افسوس است که جامعه ما مردم بس قبول ندارن. هر چقدر که خود بکشی مردم میگنی ای والا کدام هدف داشت، ای والا فلانی بود. حالی که یک نفر میشه که از خاطر رضای الله خاص از ترس الله ریش لا کرده باشه، لنگی در سر کرده باشه، هزار قسم مردم سرشکاب خواد زدن که او والا حکومت طالباز دیگه ریش لا کرده، لنگی را به خاطر میزنه که طالباز زندگی. یعنی مردم الا نمیتن در ای درست نیست. از قلب یزو تو چی خبرداری؟ از نیت یزو تو چی خبرداری؟ چرا فیصله میکنی؟ انسان بهترین مسلمان هموست که عیب خود ببینه، عیب دیگران را نبینه. در جامعه ما چطور است؟ عیب ما که خدای نخواسته بی‌ادبی ما باشه که مثل و غلبیل میگه با کوزه سر کوزه خنده میکرد که در تو دوغار است. در تو چی است؟ او برش خنده کرد که با خود خو یک دفعه سیل کو. در تو چی گپ است؟ یعنی انسان با خود سیل نمیکنه. او فلانی فقط بهترین مجلس ما، مزدارترین مجلس ما کدام مجلس است؟ که مجلس غیبت باشه، تبصره سر ناموس دیگرا باشه، تبصره سرنوشت دیگرا باشه. این بهترین مجلس ماست. خدای ناخواسته الیاذ بالله الله نگاه ما کنه. آمین بگوین. یعنی بدبختی ما هست که مجلس ما کل از الف تا یا بحث سر دیگرا، یک گپ از این قرار نمیگیم که ما چی مشکل داریم، این مشکل خود چگونه حل کنیم. فقط در پشت ازیسیم فلانی 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 فلانی، فامیل شیطور، زن شیطور، اولاده شیطور، کاروبار شیطور، فلان. کل عمر خود سر زمین ضایع میکنیم که چگونه یک مسلمان را آبروریزی کنیم، ناموسش را دگه سریزو بحث بکنیم. انسان بهترین مسلمان کسی هست که با عیب خود متوجه باشه، بینا باشه با عیب خود، تاکه این مشکل خود حل کنه و با عیب دیگران نابینا باشه. عیب دیگران را نبینه و عیب خود ببینه. این بهترین مسلمان است. و بدترین انسان در بین ما و نمو هست که عیب خود برش معلوم نمیشه و عیب دیگران را میبینه. الله کل ما را اصلاح کنه. آمین بگوین. جامعه ما را الله اصلاح کنه. اول خود ما را الله هدایت کامل نصیب بکنه، با فامیل ما، با اولادای ما، با تمام اقارب ما، با دوستای ما، با هموطنای ما، با تمام اهل اسلام. پروردگار هدایت کامل به ما نصیب بگرداند. فهم و درک و علم و اسلام به طریقه فهم کاملش الله به ما نصیب بگرداند. ای زمانی که ما به تمامی ادخلوا فی السلم کافه، به تمامی اسلام قبول کنیم، به تمامی اسلام بپذیریم، به تمام احکام اسلام تسلیم شویم، این مشکلاتی که امروز در جامعه است و در دنیا است هیچ مشکل نخواهد بود. خو ما تا دین و قرآن را تا جای قبول میکنیم که ظاهرا در فایده ما باشه. یک ذره که از رسم و رواج و از افغانیت و از طبیعت ما، به طبیعت ما جور نبود. نه یگان تا
یک مسئله را که گفتن او فلانی ملا سبی تر گفته فلانی ملا، او مسئله از دین می باشه، خو که سر ازو بد می خوره، طبیعتش سر طبیعتش خوب نخورده، بد ردم میگه، هر چیز میگه. به طور مثال من سر لنگی گپ بزنم یا سر ریش گپ بزنم یا سر اخلاق سر بینمازی دگه و دگه، این مشکل د کسی باشه، د کسی یه عیب و مشکل باشه، یه زی گپای ما بد ببره، بد رد بگویا، به این مناسب نیست. دی جامعه این مرض دی جامعه ما زیاد هست. پروردگار جل و علا اصلاح ما کنه، فکر و دید ما را الله به موافق دین بگردانا، ای طبیعت ما را الله تابع شریعت بگردانا. صحیح؟ اکثر این مرض داریم، کل ما مرض داریم، کوشش میکنیم که امی عمل بد خود توجیه کنیم، در فکر از این نمیشیم که امی عمل بد خود چگونه اصلاح کنیم. ولا گپ شد، ولا در حدیث میگه ای تو آمده، در قرآن ای تو آمده، از ملا صاحب شنیدم، بعض از بازار ملای دیگه زنگ میزنم که بیا اگه اشتباه نمی ملا را پیدا کنم. به این فکر نمیشیم که مسئله را ما فهمیدم، ملا صاحب گفت، هر صاحبی که گفت، بیا با می مسئله، با می شریعت، با می حدیث خود برابر کنم. به فکر از این نمیشیم، در فکر از این که می عمل بد خود چطور توجیه کنیم، یک راه برش پیدا کنیم. بیا اگر یک ملا صاحب بگویی که والا برو هیچ گپ نیست، در فکر از این هستیم. پروردگار جل اصلا دیگه عام مردم چی میکنی، از او گله نمیکنیم، به نام ملا عمل بد خود توجیه میکنن، به عمل بد خدا. در یوتیوب و در یوتیوبرها زیاد هستن، دیجی یک دعوتگر است که ریش کل میکنه، شب و روز در کوشش عزیز کوتا میکنه ریشا، در کوشش عزیز چه رقم توجیه کنه که هیچ گپ نیست ریش. حالی خدا تو را بزنه، ریش سنت 1,24,000 انبیاء است، واجب هست، حتی بعض مذاهب فرض میگن. ای تو بگو که خدا توفیق بده که من ریش لا کنم، همینطور یک نظر پیدا کو، ای را خود توجیه نکو که میگه ای چی است، خیره ای عمل بد خود توجیه میکنه. ای بسیار خطرناک است. اگر یک انسان بگویه که والا ما گناهگار هستم، از پیشم خطا میشه، الله توفیق بده که می گناه از گناه دست بردار شوم، الله بس توفیق میده به تو که از می گناه دست بردار شوی. و ای که نه، اینه که تو امی عمل بد خدا، امی اشتباه خدا توجیه کرده بری، همین را توجیه کرده بری، این بسیار اشتباه است. پروردگار جل و علا کل ما را هدایت کامل نصیب بکنه، آمین بگوین.